اعصاب خردکن‌ترین مشکل که همه مودم‌ها بعد چند سال استفاده دچارش میشن اینه که مودم سرعت و قدرت قبلی خودش رو نداره و همش قطع و وصل میشه. راز درست شدنش هم فقط یه راهکار ساده است. مودم رو برمیگردونی، 2 تا پیچ پشت مودم هست که اینا رو باید با پیچ‌گوشی 4 سو ریز بازش کنی. حالا قاب بالایی مودم رو بردار و بذارش کنار. دیگه رسیدیم به برد اصلی که اصل داستان همینجاست. فرقی نداره مودم چند تا آنتن داره، یه سیم از آنتن مستقیم میاد و دقیقا همینجا لحیم میشه. هویه رو بردار و چند ثانیه روش نگهدار تا قل مردگی و قل سردیش کامل از بین بره و قلش تازه بشه. و در آخر باید این خازن کوچولو رو هم عوض کنید چون بعد یه مدت خراب میشه و سرعت اینترنت رو پایین میاره. اگه تو هم به تعمیرات و الکترونیک علاقه داری پیجو داشته باش.